درود بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 9 январ ساعت به وقت شهر پراگ 10 است. حالا فرصت فرا رسید که سرخطی موضوعهای برنامه امروز را تقدیم شما کنم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. طبق خبرهای رسیده، شرکت دولتی تاجیک ایر دهها کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. در اطراف فعالیت این شرکت خبرهای دیگر نیز میچرخد. همکاران ما تا کجا واقعیت داشتن این سر و صداها را میسنجند و با دست دادن امکانیت برایتان خواهیم گفت. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان است که سالهای طولانی مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای به پا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد. صحبت طول کشیده با مولای جوان. با گذشت تقریبا 2 هفته پیوندان خیرالدین عبدالله نتوانستند به دیدار او برسند. این روحانی 35 ساله تاجیک در عرفه سال نو از روسیه به وطن برگشت و راست به بازپرسی برده شد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی بازداشت خیرالدین عبدالله را رد کرده و گفتند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. تا این لحظه ها همکاران ما در این رابطه چه اطلاعی پیدا نمودند در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. یک ساکن نارک با دادستانی کل علیه چند کارمند میلیسا برای شکنجه شدن 3 پسرش شکایت برده است. با ادعای این زن فرزندان او را شب سال نو بازداشت و در حضور نبیره خردسالش شکنجه نمودند. مقامات میگویند هیچ شکنجه نسبت به آنها روا ندیدند و تنها همچون گمانبر به شعبه کارهای داخلی آورده شده بود. نسبت به پسری سیمی این زن پرونده باز شده است. در این باره در برنامه اخبار برایتان به تفصیل خواهیم گفت. اداره هوانوردی ملکی ایران امروز گفت بوئینگ اوکراینی قبل از برخورد با زمین آتش گرفته بود. در سقوط بوئینگ 737 دیروز در شهر تهران 176 مسافر جان باختند. مفتشان میگویند هواپیما به هوا خسته در سمت غرب حرکت میکرد، ولی به ناگاه هواپیما مشکل فنی پیدا نمود و به خلبانها که تلاش میکردند آن را به فرودگاه برگردانند این کار دست نداد. دیروز سفارت اوکراین در ایران ابتدا گزارش داد که هواپیما بر اثر کمبود کار محرک آن به زمین برخورد. بعد این اظهارات از صحیفه سفارت بیرون کرده شد. امروز اوکراین ماتم دارد. نرخ لیمو، یکی از میوه های سرخریدار در فصل سرما، ارزان شده است. با مشاهده های همکاران ما، اگر قبلا یک دانه لیمو در بازارهای تاجیکستان 3 سامانی بود، حالا 1.5 سامانی شده است. بعضی دهقانان میگویند از چنین ارزانی ضرر دیدند. اگر این موضوع برای شما جالب بود، پس در برنامه خبری با ما بپیوندید. چرا در کولاب پرتابگاه ها سری وقت تازه کرده نمی شود؟ ساکنان در شهر کولاب میگویند پیوسته پول را پرداخت میکنند، ولی پرتابهای نزد خانهشان در چند ماه یک بار تازه کرده می شود. پاسخ خدمات کمونالی به این ادعای مردم چی است؟ در گزارشی امروز خواهیم فهمید. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوع برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.